هستن. خداوند اینا رو توفیق بده، صدای ما مردم غریب به گوش اینها برسه، زمینه کار برای ما مساعد بکنه تا اینکه همین 4 غریبی که هست لقمه نانی پیدا بکنن در دهن اولادشان بگذارن تا اینکه آب دیده اولادشان نبینن، تا اینکه همین مرگ اولادشان اینا بالاخره مشاهده نکنن، در پیش روشان از گرسنگی وفات نکنن. های کسایی که بایستن دارمند هستن اونا چی پروا دارن؟ چی میفهمن؟ میگه 3 ریال دلی گشته چی خبر داره؟ این مردم از گرسنگی اقدام کرده، اقدام حق کرده است، اقدام حقوق کرده. از همین حکومت هستیم، ما با می حکومت میباشیم، ولی ما حق ما نمیخوایم و حکومت حقی که برامون تعیین کرده و حقی که خدا برامون داده ما میگیریم. ملک ما هست، منطقه هست، این منطقه ما هست، ما خودمون میگیریم، ما خودمون کار میکنیم. بعد از اون اگر دولت پشتیبانی ما را بکنه، حمایت ما را بکنه، امنیت ما را بگیره، ما این حقا رو پول دولت دیگه ان شاء الله که هدف ما خدا ناخواسته ایستادگی. خاص ما این هست که پروپوزالی را که خودی وزارت معادن جور کردن و در اونجا برای مردم سهم دادن که تا کار اول از مردم محل باشه و برای مردم محل کار داده شود. روی همین قانونشان، روی همین چیزایی که تعیین کردن اونا ایستادگی بکنن و از ما حمایت بکنن، ما بیایم کارمون شروع. فقط هدف مردم حق طلبی است. حق طلبی است، حق خودشون بخونن و حقی را که حکومت هم برشون تعیین کرد. ما به سر چشم را میپذیریم و پرداخت میکنیم، اما حق کاری در اولویت، یعنی که طرز العمل معادنی را وضع کرده، حق اولویت کاری از ماست. ما مردم نمی حق خود ایستاد هستیم، این حق خود هم مطالبه میکنیم. ما در این باره فشار هیچ کسی را نمیپذیریم. انشاءالله همگی به استوار هستیم. انشاءالله برای حق خواهی خود ما به مبارزه حق خواهی خود ادامه میدیم.